بسم الله الرحمن الرحیم. سلام موثرین عزیز، ارزمندم همتان صحتمند و بافیت باشین. یک بار دیگر با لکچر دیگی ما شما آیتی فاندامنتال سمستر اول پانتون سلام، خوش آمدین. در این لکچر ما شما در راجع به کامپوننتس آف کامپیوتر صحبت میکنیم. لکچر گذشته ما راجع به کامپیوتر صحبت کردیم. کامپیوتر چی بود، پدر کامپیوتر چی بود، دیتا انفورمیشنز، خیلی مواردی بود که ما شما صحبت داشتیم. اگر مشکل دارین، در جایی با مشکل روبرو هستین، میتونین همراه ما از طریق واتساپ یا SMS پانتون سلام شریک بسازین. کامپوننتس آف کامپیوتر ما شما اجزای کامپیوتر صحبت میکنیم. خود اجزا به چی معنی؟ یک کامپیوتر میتونه خیلی الکترونیک و مکانیکال کامپوننتس داشته باشه که او را ما شما هاردویر میگیم. هاردویر معنیش سخت افزار. یکی ما شما کامپیوتر سافتور داریم، یکی هاردویر داریم. سافتور تمام بخش کامپیوتر است که نان تچیبل است، قابل لمس نیست، قابل مثال شکل فیزیکی نداره. اما زمانی که ما شما هاردویر صحبت میکنیم، عبارت از پرزجات کامپیوتر است که وا الکترونیک هستن، مکانیکال هستن، برقی هستن، مکانیکی هستن و اجزای کامپیوتر هستن که وا در کامپیوتر مشتمل هستن که در کامپیوتر از او استفاده میشه. او را ما شما هاردویر میگیم. هاردویر تمام بخش کامپیوتر است که وا سینبل، تچبل، یعنی ما شما او را لمس و دیده و میتونیم هاردویر او را میگیم، سخت افزار میگیم. ما شما در components of computers مختلف components داریم. input device, output device, system unit, storage device, storage communication devices، خیلی دیوایس های مختلف داریم. input device ما شما روز قبل هم صحبت کردیم. تمام دیوایس هایی که تمام پرزجات که تمام بخش کامپیوتر که اجازه زیر میده که ما شما به کامپیوتر دیتا یا اینستراکشن به کامپیوتر بدهیم. چیزی که ما شما میخوایم در کامپیوتر انسرت بکنیم، در کامپیوتر بدهیم، پروسسی که عملی که ما شما میخوایم کامپیوتر بالا از او تجزیه نظر بکنه، او را پروسس بکنه، او را ما شما اینپوت میگیم. و دیوایس هایی که باعث ازی میشه که ما شما به کامپیوتر اینپوت میدیم، ما شما به کامپیوتر یک چیزی را، یک معلومات را، یک اینستراکشن را به کامپیوتر میدیم، یعنی را اینپوت دیوایسز میگن. ما شما اینپوت دیوایسز میتونیم خیلی زیاد داشته باشیم. مثالش ماوس است، کیبورد است، جایستیک است، اسکنر است، کامرا است، خیلی موارد زیاد است. زمانی که شما مثال یک اسکنر استفاده میکنین، از روی ورق عکس میگیره و او را شما به کامپیوتر میدهین و بعد از کامپیوتر او را سیو میکنه، ذخیره میکنه یا هر چی که میکنه. به قسم ماوس و به قسم کیبورد خیلی دیوایس است که ما شما میخوانیم موضوع مربوط به اینپوت دیوایس است. دو ما شما آوتپوت دیوایس داریم. آوتپوت دیوایس تمام دیوایس هایی که تمام پرزجاتی که مربوط به هاردویر هستن، یعنی مربوط به سخت افزار هستن، قابل لمس نیستن، قابل لمس هستن میبخشین، اینیا باعث ازی میشه که معلومات از یک یا به چندین افراد انتقال میتن. یعنی اوتپوت ما شما خود ما گفتیم نتیجه یک کاره، نتیجه یک پروسس، ریزلت که کامپیوتر میخواد او را دیسپلی بکنه، این ما شما اوتپوت میگیم. و دیوایس های اوتپوت تمام دیوایس هایی هستند که توسط از او کامپیوتر نتیجه خدا، کامپیوتر ریزلت خدا، کامپیوتر پروسس اند خدا به ما شما دیسپلی میکنه، توسط این دیوایس ها به ما نشان میده. بازی میتونه به یک نفر باشه، به چندین نفر باشه. مثال ما شما کامپیوتر پی سی داریم، خود ما در خالی کامپیوتر کار میکنیم. زمانی که یک کار انجام میدیم، ریزلتش میبینیم که ای با وان نفر است، یک نفر است. اما زمانی که ما شما مثال اسلاید ما داخلشون با شما تشریح میکنم، ما کامپیوتر خود به پروژکتور وصل میکنم، پس همزمان شما 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر، 40 نفر، حتی 100 نفر میتونه ایره ببینه. پس ایره convey informations to one or more people است، یعنی معلومات از یک به چندین نفر انتقال میابه، از یک به چندین نفر انتقال میکنه. این اوتپوت دیوایس میگه. یا ما شما سیستم یونیت داریم. سیستم یونیت عبارت از کیز است که او در داخل خود الکترونیک کامپوننتس داره که وا به خاطر پروسس استفاده میشه. سیستم یونیت عبارت از یونیت است، بخش کامپیوتر است که کارهای مربوط به سیستم انجام میده، مربوط به پروسس انجام میده. زمانی که شما دیتا را پروسس میکنین، تمام کامپوننت از او در سیستم یونیت قرار داره. مثال شما پروسسور کار دارین، دیتا را پروسس میکنین. مثال شما رم است، مموری او ذخیره میکنین. او مموری خود مربوط به استوریج دیوایس میشه، اما بعض وقت رم در چیزا میاد، سیستم یونیت پورشن میاد. پس سیستم یونیت عبارت از پورشن کامپیوتر است که از خود الکترونیک کامپوننتس داره. یک کیز است، یک بکس است که در داخل خود تمام کامپوننت که به خاطر پروسس دیتا
به خاطر انجام دادن کار بالای دیتا او را انجام میده. او را ما شما سیستم یونیت میگیم. و دیگه ما شما استوریج دیوایس داریم. استوریج دیوایس تمام دیوایس هایی که مربوط به ذخیره کامپیوتر میشه، مربوط باعث به میشه که کامپیوتر توانایی زیر پیدا میکنه یک چیزی را ذخیره بکنه، یک چیزی را به حافظه بسپاره، یک چیزی را به شکل 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال و 100 سال نگاه بکنه. پس این تمام رایتس به این معنی یک چیز را در داخل کامپیوتر نوشته میکنی، ایدیت میکنی، سیو میکنی و یک چیز را در داخل کامپیوتر میخوای تغییر بیاری و یا ریدز فایلایی که شما میخوانین او را به استوریج میدیا یا هم استوریج میدیا میگیره. پس ما شما مثالش هارد دیسک میگیم. تمام دیتای ما شما را داخل از ذخیره میشه. زمانی که شما هارد دیسکتان تا که با فیزیکال مشکلات مواجه نشه، شما او را نغلطانین، شما او را زمین نزنین، دست نره، شما میتونین تا خیلی لانگ تر، یعنی حتی به شکل دائمی، ما او را دائمی میگیم، دائمی میتونن دیتای شما را حفظ بکنن. این پورشن استوریج دیوایس است که ما شما باز با دیتیلز میخوانیم. و دیگه ما شما کمیونیکیشنز دیوایس داریم. کمیونیکیشن دیوایس توسط از او یک کامپیوتر میتونه دیتا را سند رسیو بکنه، اینستراکشن موبایل از یک کامپیوتر به چند کامپیوتر، از یک موبایل به دیگر کامپیوتر ایره چنج بکنه. ایره ما شما کمیونیکیشن دیوایس میگیم. این هدف کمیونیکیشن دیوایس است چگونه یک کامپیوتر با کامپیوتر دیگر ارتباطات برقرار میکنه، چگونه احمد با محمود در ارتباط میشه، چگونه شما میتونین که در بین چند نفر کمیونیکیشن بکنین. تمام دیوایس هایی که در بخش کمیونیکیشن مربوط میشه ما اون نظر کامپوننت اف کامپیوتر کمیونیکیشن دیوایس میگیم. مثالش راوتر میگیم، سویچ میگیم، مربوط به نتورک دیوایس است. اما زمانی که ما ایره در کامپیوتر استفاده میکنیم با NIC کامپیوتر، خود نتورک اینترفیس کارد که وایرلس و وایر دو دانه است یا مربوط به کمیونیکیشن دیوایس میشه. توسط از اون ما شما با وای فای، توسط از اون ما شما از طریق کیبل به اینترنت، یعنی از چند گونه ما شما میتونیم که با همدیگر دیتا خود شریک بسازیم. این ما شما کمیونیکیشن دیوایس میگیم. کمیونیکیشن دیوایسز هم یک موضوع جداگانه است که ما شما باز جاش کاور میکنیم. پس ما شما شارلی گفته میتونیم 5 کامپوننت کامپیوتر ما شما میتونیم او را در هاردویر پیدا بکنیم یا در هاردویر ما شما تقسیم بندی بکنیم که عبارت از اینپوت دیوایس، آوتپوت دیوایس، سیستم یونیت، استوریج دیوایس، کمیونیکیشن دیوایس. تمام از این عبارت از دیوایس هایی هستند که باعث از این میگردد چگونه ما شما با کامپیوتر در وصل شیم، چگونه کامپیوتر ما شما را مدیریت میکنه. دیگه ما شما در این پورشن بعضی کامپوننتس کامپیوتر رو میبینه. ببینید اینجا پرینتر داریم. پرینتر باعث ازی میگرده که ما شما پرینت بکنیم. این عبارت از آوتپوت دیوایس است. توسط پرینتر ما شما یک ریپورت، یک ورقه، یک چیز دیگر را پرینت میکنیم، نتیجهش نشان میدیم که او را باز مثال در دفتر خود قرار میدیم، به کسی میدیم. این عبارت از پرینتر است که آوتپوت دیوایس میشه. ما شما اپتیکال دیسک درایو داریم، هارد دیسک درایو داریم. اپتیکال دیسک درایو مثال سی دی روم است، هارد دیسک درایو ما شما هارد دیسک میگیم. پس اینجا هارد دیسک درایو، اپتیکال درایو عبارت از مثال استوریج دیوایس هستند که توسط از این استوریج دیوایس ها ذخیره میکنه. اپتیکال دیسک سی دی ما از خود ذخیره داره و هارد دیسک هم از خود ذخیره داره، به خاطر ذخیره از این استفاده میشه. دیگه ما شما مانیتور داریم. در اینجا مانیتور ببینیم. مانیتور یک اوتپوت دیوایس است. اسکرین داره. مانیتور خودش اوتپوت دیوایس است، اما کمش که از کامری که دسترش بند است عکس میگیره. توسط از ما شما عکس میگیریم در کامپیوتر میره. این اینپوت دیوایس است. اسپیکر از صدا را به چند نفر انتقال میده. آوتپوت دیوایس است. ماوس اینپوت دیوایس است. کیبورد اینپوت دیوایس است. میکروفون اینپوت دیوایس است. یو اس بی فلش درایو استوریج دیوایس است. اسکنر اینپوت دیوایس است. مموری کارتز این هم استوریج دیوایس میه و اکسترنال هارد دیسک این هم استوریج مودم میه و مودمی که ما شما صحبت میکنیم این کمیونیکیشن دیوایس است که توسط از ما شما با اینترنت وصل میشیم، توسط از ما شما با همدیگر در ارتباط میشیم. پس این کامپوننتس خیلی زیاد دیگه است که ما شما با در هر بخش میخوانیم. پس این کامپوننتس عمومی یک کامپیوتر است که شما اینا میتونین که عملا از این اکثرشون استفاده هم کنین. دیگه ما شما advantage and disadvantage of using کامپیوتر میخوانیم. فایده و نواقص کامپیوتر چی است؟ ما چرا از کامپیوتر استفاده میکنیم؟ ایده با دیتیلز در پاسانا زیر نظرم گرفته میشه. اما اینجا یک چیز میکنیم. یک فایده کامپیوتر اسپید است، سرعت است. توسط کامپیوتر ما شما سرعت میتونیم که خیلی یک سرعت فوق العاده داشته باشیم. مثلا ما شما اگر ببینیم بعضی پروسس هایی که کارهایی که ما شما
مثال در ورد اکسل در دیتابیس میکنیم او را به انسان بسیار مشکلات ترتیب میکنه. پس یک فایده کامپیوتر سرعت است که شما بهتر از ما میفهمید که با خیلی سرعت میتونه کار بسیار کم در ثانیه و در دقیقه و در ساعت انجام بده. او کاری که مربوط به انسان به یک روز و به 10 روز و به یک سال میشه او کامپیوتر به سرعت میتونه انجام بده. و دیگه هم ریلایبیلیتی است. کامپیوتر قابل ریلایبل است، یعنی ما شما اعتماد کنه میتونیم، ما شما بالاش راحت هستیم امرایشان. زمانی کامپیوتر یک کار میکنه ما شما زمانی که ماشین حساب زمانی که حساب در ماشین حساب میکنیم میگیم ماشین حساب درست است، اگر بالای خود ما در ذهن چیز بکنیم بازم شکی میشه. پس کامپیوتر ریلایبیلیتی داره، سرعت داره، کانسیستنس داره، مقاومت داره در مقابل خیلی چیزها، احساس نداره. مثال خنک شوه، گرمی یگان وقت پکیج در داخل خود چیز داره، اما باز وقت کامپیوترهای سابق گرمی زیاد میشد، حرارت جنریت میکرد، پس همین بود که خراب میشد. اما کانسیستنسی یک احساس نداره، خسته نمیشه که صبح تا بگا چالان کو براتون نمیگه که بیادر ما خسته شدیم. یک مدیری که مثال کار میکنه 3 ساعت 4 ساعت خسته میشه. و دیگه استوریج داره، یک خوبی دیگه که حافظه داره. ما زمانی که بین انسان کسی رو میبینیم که یک حافظه خوب داره میگیم این شخص نابغه است، این بسیار حافظه فعال داره. اما کامپیوتر اگه ما شما ببینیم 500 جی بی، 1 تی بی، 100 تی بی، این خیلی زیاد حافظه داره، شما میتونین به شکل دائمی دیتاتون ذخیره بکنین. و دیگه فایده کامپیوتری است که کمیونیکیشن است، وقتی از ما شما ارتباطات برقرار میکنیم. زمانی که شما 20 سال 30 سال پیش در افغانستان به کس میگفتین که ما شما ویدیو کال میکنیم، از امریکا به افغانستان ویدیو کال میکنیم، او وقتی گپ حتی بر خیلی یک توهین آمیز برشان تمام میشد. اما اگر ما شما ببینیم از طریق کمیونیکیشن دیوایس هایی که کمیونیکیشن کامپیوتر که ما شما داریم، از خیلی جاهای دور افراد هستن میتونن که سیستم اکسس بکنن. ناقص کامپیوتر هلت ریسک است که شما خطراتی که در بخش صحت است، شما بس مثال اگر زمانی که ما شما کمتر کار میکنیم درست نمیشینیم، پس هموز که بالای کمر ما شما، بالای گردن ما شما یک فشار میاد. دیگه از زمانی که لپتاپ بالای مثال در پاهای خود میگذاریم یا یک جای دیگه میگذاریم که او خیلی توان میکنه. دیگه وایلیشن اف پرایوسی است، پرایوسی ما شما اکثر وقت وایلیشن میشه. ما شما زمانی که یک چیز دیتای محروم خود او را زمانی که پرایوسی را میخوایم انجام بدیم، مثال در کامپیوتر ما باید کس دیگه دست نزنه، این پرایوسی است. این اما اکثر وقت برعکس میشه، کامپیوتر ما شما را دست میزنه. پس ما شما وایلیشن اف پرایوسی را میگیم که یک مشکل دیگه است که پرایوسی ما شما اکثر وقت وایلیشن میشه و وایلیشن به این معنی شکسته میشه و به شکل انفجار میاره، یعنی ان سکیور میشه. دیگه ما شما پابلیک سیفتی داریم. پابلیک سیفتی یعنی مخصوصا زمان که ما شما از پابلیک سیفتی صحبت میکنیم، یعنی سیفتی عامه از خراب شده است. یعنی عامه در زمانی که شما در پابلیک کار میکنین شما سیف نیستین. زمانی که اینترنت شما صحبت میکنین، مثال زمانی که اینترنت کار میکنین شما سیف نیستین. این یک مشکل دیگه از این است، یعنی محفوظ نیستین از خطرات و ویروس و هک و چی و چنان خیلی زیاد است که در سایبر سکیوریتی مثلا شما باز میخوانین عملا چگونه یک خطر ایجاد بکنین، چگونه او را دفع بکنین، باز مشکلات و موضوعات بعدی است که شما میخوانین. فدیگه ایمپکت آن لیبر فورس است. ببینید زمان کامپیوتر یک تاثیر دیگه که کار انسان ها را کم کرده، کار اقتصاد، یعنی از نظر بشریت بوی کمتر ساخته. پیش یک کار 5-6 مدیر رو انجام میداد، حالا یک کامپیوتر رو یک کس بر رزومیشن حل میکنه کار 5-6 نفره. مخصوصا رباتای مختلف است، یعنی یک تاثیر شما از ما بهتر میفهمید که کامپیوتر چگونه تاثیر کرده در زمینه، یعنی اکثر وقت بیکاری را نسبت به کامپیوتر زیاد شده. کامپیوتر بعضی کارها پیش خیلی انسان ها او را سختی انجام میده، اما کامپیوتر رو به بسیار فرصت و آسودگی انجام میده. دیگه ما شما ایمپکت آن انوایرنمنت است، بالای محیط تاثیر داره. زمانی که شما توان کامپیوتر صحبت میکنین نظر منفی خیلی زیاد دارد. مثال اگر ما شما بگیم که در جامعه ما پیش کدام رفت آمد که بود، حالا ما شما از طریق تلفن انجام میدیم، این یک میتونه دیسادوانتیج شوه شاید نشوه. مخصوصا دیگه تاثیراتش هست که مردم یک ذره تنبل شده میره، کل کار به کامپیوتر میمونه، کل کار و حساب و حافظه تمام سیستم به کامپیوتر میمونه. پس اینی تاثیرات است که دیس ادوانتیج هستن که بعضی چیزایشان یعنی این اکثر حل میشه اگر انسان یک استفاده صحیح و سالم بکنه، میتونه که از دیس ادوانتیج 3-4 حل شه.
بس امی بود که یک مرور بود با ادوانتج دیس ادوانتج پسان باز شما خود ما میخوانیم فایده را با مثالا میخوانیم دیگه فقط امی فرتان یک چیز شو که شما چی نواقص در خود داره کامپیوتر و چی فواید داره. فواید خیلی زیاد است، ما اینجا با 5 دانه گرفتیم که برای شما یک کانسپت شو. شما در ادوانتج آف کامپیوتینگ یک چیزی را گرین کامپیوتینگ میگیم. گرین کامپیوتینگ زمانی که شما میخواین در یک جامعه امی برق استفاده برق خود ضایع کردن بعضی اشیاء و برق در محیط شما از کامپیوتر استفاده میکنیم. یعنی در گرین کامپیوتینگ در اینجا شما بحث مسئله است که در گرین کامپیوتینگ کار اون اصلا بالای است چگونه برق مصرف کم شود و انوایرمنت وست در چیزایی که در محیط زیست ضایع میشن یا خود ضایعات جنریت میکنه و توسط کامپیوتر کم شده بره. این را شما یک گرین کامپیوتینگ میگیم که یک فایده دیگه کامپیوتر است که فعلا اگه شما دیده باشین کوشش بالای از اینکه که برق باید کم مصرف شود و ضایعی که در محیط زیست قرار میگیره در خود محیط چهار اطراف که شما هستیم ضایع میشد او باید کم شود. مثال بعض وقت کامپیوتر نان نمیخوره اما یک کسی که مدیر است او نان میخوره او استفاده میکنه، یعنی همین قسم خیلی چیزای دیگه است که استفاده میکنه. اما زمانی که ما بجای یک کامپیوتر استفاده کنیم و همون کار با کامپیوتر بدیم، کامپیوتر اینی انوایرمنت وست با شما یعنی با اصطلاح ما بگیم بچت میکنه، شما فایده میکنه. پس این پروسس گرین کامپیوتینگ است که چگونه شما الکتریسیتی را کنسیوم بکنیم. یک فایده از این بخش استراتژی مختلف است که ریسایکلینگ میکنه، یعنی خود کوشش میکنه که خالی بسازه پروسس های خود خالی بسازه چهار اطراف خود، یعنی کارهایی که مثال شما میگیم که کثافت‌دانی پر میشه و شما یک جای خالی میکنیم. با این قسم کامپیوتر هم از خود پروسسی که داره از خود مواد کارهایی که میکنه او باید ریسایکلینگ شوه، او تازه شوه، ریفرش شوه. این باعث از این میشه کامپیوتر برق کم مصرف بکنه. در پالی برقی چه برق گفتیم با شما ریسایکلینگ خیلی فایده های زیاد داره، ذخیره زیاد میشه و معلومات های خیلی زیاد میشه. دیگه ریگولیتینگ مانیفکتچرینگ پروسس هست. در بخش ساختن مانیفکتچرینگ پروسه از این استفاده شده استراتژی جاهایی که مثال خیلی چیزای استفاده میشه که و عباس هستن، یعنی و مثال خیلی ساده و خیلی کثافات و یک چیز دیگر تولید میکنه. در اونجا باید یک منظم مانیفکتچرینگ پروسس از استفاده شود و لایف کامپیوتر باید اکستند بسازیم، درازتر بسازیم. در برق و در بیتری و در تمام چیزا ما باید امرای یعنی اما تو لایف کامپیوتر باید ببینیم. مثال کسی مریض میشه شما پیش دکتر میبریم، وقتی شما در کامپیوتر هم باید با لایف از توجه داشته باشیم، اکستند کرده بریم، کلان ساخته بریم که این یک استراتژی دیگه است. و دیگه کدام بخشایی که خراب میشه و را باید پراپرلی با وقت و با دقیقه شما او را ریپلیس بکنیم. شما او را مثال پرزه که خراب میشه یا چیزی که در کامپیوتر ایرور پیدا میشه او را باید شما به شکل عامه پراپرلی هر وقت خاصتا امور سولو بکنین و ریپلیس بکنین کامپیوترها را و یا وسایلی که اونجا نیاز است شما ریپلیس بکنین. یک چیز است گرین کامپیوتینگ، یک پروسه است که شما میتونیم بر از این ادوانتج بگیم، یعنی ادوانتج کامپیوتر است که گرین کامپیوتینگ با شما در بازایی و الکتریسیتی و در انوایرمنت با شما کمک میکنه. دیگه شما نتورک و اینترنت داره. نتورک و اینترنت یک کانسپت دیگه است که خود نتورک چی را میگه. زمانی که شما یک مجموعه کامپیوترها دیوایس ها را میخواین با هم وصل بسازید به شکل وایرلس یا هم توسط کیبل، این را شما توسط دیوایس ها و ترانسمیشن میدیای مختلف او را وصل میسازیم. نتورک شما دو سیمستر شما مضمون دارین، هر سیمستر از اون مضمون دارین. نتورک خیلی زیاد برتان چیز میشه. نتورک اصلا یک مجموعه کامپیوترهایی که دیوایس هایی که با هم وصل هستند و توسط کیبل یا هم وایرلس با هم دیتا و معلومات و نظریات خود شریک میکنه، عبارت از نتورک هستند. ببینید اینجا پرینتر است، اینجا کلاینت است و اینجا هم سرور است. این کلاینت است. این کلاینت کسایی که خدمات میخواه، کسایی که خدمات کار داره و سرور کسایی که خدمات میده.
مثال ما شما کلینت میگیم که کلینت یک کامپیوتر ما تو از گوگل یک چیزی رو دانلود میکنیم، ما کلینت شدم، گوگل سرور شد. پس بین قسم در نتورک هم یک نقطه مرکزی مشخص میشه و تمام ازیا با او وصل میشه. ما شما ایرا به شکل سرور میگیم. با گوگل مثال داریم در یک نتورک محلی ما شما فرض بکنین نتورک پانتون ما شماست، یعنی سرور سلمس سلام است، دیجا ما شما دیتای خود انزرت کردیم و این پرینتر است که با هم شریک هستن. کسایی که میخوان ورق پرینت بکنه از طریقی میتونه پرینت کنه. و این کلاینت است، این استاد است، این شاگرد است، یا این شاگرد است یا استاد است، هم این استفاده میکنه هم این استفاده بر از این خدمات خود میده تو بر از این خدمات خود میده. اینا ما شما زمانی که وصل میکنیم اینا نتورک میگن و این میتونه وایرلس باشه، این میتونه وایرد باشه. پس ما شما نتورک میتونیم وایرلس وایرد داشته باشیم. مثال ما اینجا میگیم که وایرلسش به اساس تکنولوژی اکسس پوینت و خیلی دیوایس های دیگه که ما شما داریم از استفاده میکنیم. و وایرد که کیبل که ما شما داریم فایبر است و شیلدد ان شیلدد کیبل اس تی پی یو اس تی پی کیبل های دیگه هستند که ما شما میتونیم به خاطر ترانسمیشن میدیا از استفاده بکنیم. پس این میاد نتورک فقط شما فعلا تعریف و مفهومش بگیرین که نتورک پروسه است، مجموعه کامپیوترها و دیوایس است که با هم وصل هستند و او به شکل وایرلس یا هم وایر یا توسط کیبل یا بی کیبل و در توسط دیوایس های مختلف با هم دیتا را شریک کرده میتونه. دو کلینت میتونه با هم دیتا شریک کنه، سرور بر از یا دیتا شریک میکنه. پس این را ما شما نتورک میگیم. و زمانی که ما شما اینترنت صحبت میکنیم، باز اینترنت چی هست؟ اینترنت هم با نتورک فرق خاص نداره، فقط اینترنت یک ورلد واید کانکشن است و نتورک یک لوکال کانکشن است. زمانی که ما شما اینترنت صحبت میکنیم به این معنی نتورک های تمام دنیا. اما زمانی که ما شما نتورک صحبت میکنیم به این معنی یک نتورک دفتر، یک نتورک پانتون، یک نتورک شفاخانه، یک نتورک وزارت، ایره ما شما کار میکنیم. اما زمانی که اینترنت صحبت میکنیم یک مجموعه تمام نتورک های دنیا هست که با هم کانکت هستن، وصل هستن. دولت ها، بزنس، تعلیمی انستیتیوشن ها و افراد مختلف هستن با هم وصل هستن و دیتا و به دیگه احمد و محمود دیتا خود روان میکنن. ما شما اینترنت که فعلا صحبت میکنیم از طریق چی صحبت میکنیم؟ ما شما فعلا اینترنت که داریم این خودش یک نتورک هست. شما اینجا عکس ببینین، ما شما ایجاد از طریق چی میگه ما شما در فضا که زمانی که ستلایت کنکشن جور میکنیم از ستلایت ما شما دیتا خود با هم سند ریسیو میکنیم. موبایل ها با هم چگونه وصل است، موبایل ها با کجا وصل میشه و مثال کامپیوتر ها با هم چگونه اینترنت اکسس میکنه، تمامش با هم وصل است و ایران نتورک آف نتورک میگه یا اینترنت، ما شما شارت اینترنت میگیم. پس فرق اینترنت و نتورک همیشه اینترنت ورلد واید کانکشن است، مجموعه تمام نتورک های دنیا است و نتورک یک لوکال مسئله است، مربوط به یک پانتون و یک جای و یک مثال یک آموزشگاه دیگی است یا گورنمنت است، لوکال می باشه. اما زمان که اینترنت صحبت میکنیم کانکشن تمام دنیا است که باز ما شما مالان چگونه با اینترنت وصل میشیم، چگونه کار میکنیم در نتورک باز ما شما میخوانیم. پس این بود یک مرور به نتورک و اینترنت که چگونه کار میکنه. ما شما دیگه بعض موضوعات دیگی که در اینجا ما شما داریم و کدام دیوایس ها هستن، کانکشن چی است و ستلایت چی است، چگونه اینترنت ارزان و قیمت، یا تمام موضوعات است که شما باز مضمون نتورک اینترنت میخونیم. ما شما people use the internet for variety of reasons. مردم اینترنت به خاطر دلایل مختلف از استفاده میکنن. به خاطر کامیونیکیشن استفاده میکنه، ارتباطات با هم برقرار میشه. تو با من مسیج میکنی و با تو مسیج میکنی، تو با من ایمیل میکنی و با تو ایمیل میکنم. به خاطر کامیونیکیشن استفاده میشه. به خاطر ریسرچ و اکسس انفارمیشن استفاده میشه. در بخش تحقیقات و بر معلومات اکسس کردن در 10 سال پیش از امروز، زمانی که کس مونوگراف جور میکرد، البته 15-10 سال پیش خیلی کتابا و این طرف و طرف بگرد کتاب جمع کوچیک و تا یک مونوگراف ما ایجاد بکنم یا یک تیزیس نوشته بکنم یا یک مقاله علمی نوشته بکنم. اما ما شما زمانی که اینترنت صحبت میکنیم تمام ریسرچرهای دنیا در اینجا موجود است، شما ایزلی بدون کدام کاست میتونید رو اکسس بکنید. هر نوع معلومات شما بخواید ویکی‌پدیا در خدمت شما است.
پس اینی یک دلایل مختلف است که اینترنت ما شما استفاده میکنیم. دیگه شاپ، ما شما امیال خیلی چیزای میتونیم از آمازون و وبسایت های دیگه خریداری بکنیم، حتی بوت و چپلی و مثال کتاب و کتابچه و خیلی چیزایی که شما میتونین از جا بگیرین. شاپینگ میتونین اجناس خود به فروش برسانین. این خیلی کاری است که شما میتونین انجام بدین. میتونین بانک و اینوستمنت بانک سرمایه گذاری بکنین. ما شما امیال در افغانستان ایزی پی از بانک عزیزی بانک است که شما میتونین از او استفاده بکنین، سرمایه گذاری بکنین. این خیلی کار است که شما آنلاین میتونین توسط بانک ها و در یک جای دیگه میتونین سرمایه گذاری بکنین. مثلا یک بیت کوین یک قیمتش 14489 دلار است. یک بیت کوین شما میتونین او را بخرین و بالای سرمایه گذاری بکنین، توسط اینترنت میشه. آنلاین تریدینگ، خرید و فروش آنلاین، شما میتونین تجارت آنلاین داشته باشین توسط اینترنت. ما شما میتونیم که کمپانی خیلی مشهور دنیا فعلا از طریق اینترنت کار میکنه. دیگه انترتینمنت، ساتیری، شما میتونین به خاطر اینترنت خیلی ساتیری گیم‌های مختلف، پابجی که ما شما میبینیم مردم بیخی به یک حالت رسانه که معتاد ساخته، گیم‌های مختلف است. دیگه انترتینمنت، سرگرمی‌های خیلی مختلف است شما میتونید از اینترنت استفاده بکنید. ویدیوهای مختلف است شما از اینترنت میتونید دانلود بکنید، معلومات خود با دیگران میتونید شریک بسازین، مثال واتساپ، مثال توییتر است، مثال فیسبوک است، خیلی معلومات همراه یکدیگر شریک میسازه. و دیگه هم وب اپلیکیشن، شما میتونید وب اپلیکیشن داشته باشین، اپلیکیشن های مختلف ایجاد بکنین، در وب از او استفاده بکنین. پس این تمامش نتورک و اینترنت است که ما شما توسط از این قدر کاران انجام میتیم. در پالیز خیلی کارهای دیگه است که توسط اینترنت ما شما را انجام میتیم. دیگه ما شما سوشال نتورک وبسایت که حال خیلی زیاد در دنیا استفاده میشه، یا سوشال نتورک ما شما میگیم، یا تمام وبسایت هایی هستن که توسط از یا به خاطر مسائل سوشیال آمد، موضوعاتی که عام هستن، سوشیال هستن، و توسط منبرایی که عضویتی که دارن شریک میسازن نظریه خود، استوریای خود، فوتو، میوزیک، ویدیو. تمام کسایی که رجیستر هستن میتونن با هم دیگه خود موضوعات شریک بسازن. مثال فیسبوک است، یک سوشال نتورک است. سوشال نتورک به این معنی که احمد میتونه به محمود، یا میتونه یک از به 500 نفر 5000 فرندش یک پست بکنه، کل به کل روان بکنه. مختلف صفحات مختلف است که منبرات یا عضویت از او تشویق میشن، معلومات و نظریات و عکس‌ها، ویدیوهای خود با دیگه شریک میسازه. پس یار سوشال نتورک وبسایت میگه که ما شمال خیلی زیاد شده و خیلی زیاد در از او استفاده میشه. پس این موضوعات است که مربوط به نتورک و اینترنت میشه. اینی موضوع نتورک و اینترنت تا اینجا لکچر اول خودم میگذاریم و انشالله در لکچر بعدی ما شما درباره سافت‌ویر صحبت میکنیم. دیگه بازم مشکلاتتان میتونید از طریق گروپ با ما شریک بسازین. ما در لکچر بعدی براتون کار میکنیم. تا لکچر بعدی به خداوند یکتا میسپارمتان.